به نظر من کسایی که به خاطر وطنشون جونشون رو از دست میدن واقعا آدم‌های مقدسین. مهم نیست کجای این کره خاکیان یا دین و مذهبشون چیه. مهم شجاعتیه که به خاطر نجات کشورشون از خودشون نشون دادن. من این لوگو رو خیلی دوست دارم. هزینه‌ای هم بابتش نگرفتم و برای طراحیش اتودهای زیادی زدم تا به این نتیجه رسیدم که امتداد 2 حرف ی رو بیشتر ادامه بدم و ازش یک پرچم ایران بسازم. شهید مصطفی رضایی‌زاد، یاد و نامش گرامی. دادم حلقه در گوشم، من حلقه در گوش، گر در کویش برسی برسان این پیام مرا، بی چراغ رویت من ندارم دیگر